سند حدیث بسیار مهم است، به خاطر دین ما کمال دین مقدس اسلام در امی هست که دین مستند است. یکی از مستشرقین خاورشناسا او چی میگفت؟ او میگفت اگر مسلمان ها تنها در تمدنشان in Islamic civilization، اگر مسلم ها در تمدن اسلام تنها همین خدمتی که برای حدیث رسول الله هم کردن، یا بر از یا بسیار متفاوت. چرا؟ میگه چون مسلمان ها احادیث آنقدر غلبیل کردن و خوب ایره تحقیق کردن، احادیث صحیح را کشیدن، احادیث ضعیف کشیدن، احادیثی که دروغ بعضی کسا گفتن کلش کشیدن. با میلیون ها جلد کتاب از در حدیث که کلش بیان میکنه. پس ما چرا این کتاب را نمیخونیم؟ چرا نمیریم روایت از صحیح البخاری نمیگیریم؟ چرا از صحیح مسلم نمیگیریم؟ چرا از کتابایی که علمای بزرگ اسلام مثل شیخ البانی کتابا را تحقیق کردن و میگه برای ما این حدیث صحیح است، این حدیث ضعیف است، این نفری که حدیث بیان کرده آدم خوب بوده، اینی آدمی که این حدیث روایت کرده از جمله دروغگویای مشهور است، پس حدیث از این دروغگو گرفته نمیشه. چرا ما خود زحمت نمیتیم؟ و خصوصا در مسائل اعتقادی